گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجانه شریفova. امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با رهبران و نمایندگان مقامات قدرتی، نظامی، امنیتی و سودی کشور که در فعالیت کاری نتیجه‌های نظررس دارند مکافات‌های دولتی سپاریدند. قبل از آغاز مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حاضرین را به مناسبت جشن ملی 30 سالگی استقلال دولتی تهنیت گفته تاکید نمودند که تطبیق عنعنه نیک ما هر سال در عرفه تجلیل سالگرد استقلال دولتی زحمت شخصانی را که برای پیشرفت و آبادی وطن و آرامی و ثبات جامعه سهم ارزشمند گذاشتند از جمله خدمتچیان حربی قواهای مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق یعنی افسران و سربازان شجاع و صادق وطن را قدردانی می‌نماییم. با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی سرفراز گرداندن شما پاداش جسارت و دلیری، متانت و شجاعت و خدمت صادقانه به خلق تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان می باشد. 3 سال صاحب استقلالی و خصوصا سالهای نخستین آن برای ملت کهن بنیاد ما دوره بسیار مشکل و پر از لحظه های نهایت سخت و سنگین بود. یعنی رسیدن به این روزی پرسعادت که مردم شریف تاجیکستان یک مرحله تام تاریخ نوین خود را با عملی نمودن نقشه های عظیم سازندگی جنبست میکنند به ما و شما سهل و آسان نشده است. با سعی و تلاش و زحمت و کوشش های فداکارانه و شبانه روزی فرزندان سرسپرده ملت صلح و آرامی، رضایت و وحدت ملی در مملکت برقرار کرده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که طی سالهای صاحب استقلالی سهم نظامیان یعنی افسران و سربازان قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق در برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی، صلح و آرامی و ثبات سیاسی در کشور برجسته بوده. محض به طفیل جسارت خدمتچیان حربی، صداقت و عدالت کارمندان مقامات حفظ حقوق در سالهای من بعد در پیشگیری کردن جنایت و قانون شکنی، حفظ مرز و بوم وطن، امنیت دولت و جامعه و حمایت حقوق و آزادی‌های کنستیتوسیونی شهروندان کشور ما به دستاوردهای بی‌سابقه در جاده سازندگی و آبادانی وطن نائل گردیدیم. در راه تامین نمودن ثبات و آرامی و مبارزه با جنایتکاران صدها نفر جوانمردان با آر و ناموس وطن جان خود را قربان کردند که ما خاطره نیکی آنها را همیشه پاس می‌داریم. اظهار داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان و افزودند که جسارت و مردانگی و فداکاری چنین فرزندان صادق وطن همساله از جانب رهبریت دولت قدردانی می‌گردد و ما چندین نفر آنها را امسال نیز با مکافات‌های عالی قدر کردیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اعتماد قوی نسبت به افسران و سربازان قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق تاکید نمودند که رشد استوار کشور، ترقیات بامرام دولت و زندگی آرام و آسوده ساکنان مملکت از امنیت و ثبات، نظام و ترتیبات یعنی تامین بودن ولایت قانون در جامعه وابستگی مستقیم دارد. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان وابسته به وضع نهایت مرکب و پیشگویی نشونده سیاسی و اقتصادی و امنیتی جامعه جهان از جمله بحران‌های شدید اقتصادی و مالیوی و تهدید و خطرهای معاصر اندیشه‌رانی کرده تاکید داشتند که افسران و سربازان قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق باید بسیار هوشیار باشند زیرا که سیاسی را یک لحظه هم از دست ندهند. با انتظام آهنین حربی، رعایت قانون و آیین‌نامه‌های حربی، آماده باشی جنگی و اقتدار مدافعی دولت صاحب اختیار تاجیکان را باز هم بلند بردارند. همین طور در فضای تنتنوی برای دستاوردهای بلند خدمتی و فعالیت ثمرناک بیشتر از 100 نفر رهبران و نمایندگان مقامات قدرتی، نظامی، امنیتی و سودی کشور از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اردن سپیتامین درجه 1، اردن سپیتامین درجه 2، اردن شرف درجه 2، مدال جسارت، مدال خدمت شایسته، مدال مرزبان شجاع تاجیکستان، عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان و رتبه‌های نوبتی حربی عالی، درجوی و مخصوص قدردانی شدند. در عرفه جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان خدمت‌های صادقانه سابقه‌داران مقامات قدرتی، نظامی، امنیتی
امنیتی و سودی کشور با مدال جشنی 3 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قدر کرده شد. در مراسم سپردن مکافات‌های دولتی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان مقامات حفظ حقوق، حاکمیت سودی و خدمتچیان حربی با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان 18 نفر با مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، 1 نفر با اردن اسپیتامین درجه 1، 5 نفر با اردن اسپیتامین درجه 2، 10 نفر با اردن شرف درجه 2، 13 نفر با مدال جسارت، 14 نفر با مدال خدمت شایسته، 1 نفر با مدال مرزبان شجاع تاجیکستان، 4 نفر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره دادن رتبه‌های نوبتی حربی عالی درجوی و مخصوص به 37 نفر رهبران و نمایندگان مقامات قدرتی نظامی امنیتی و سودی کشور رتبه‌های نوبتی مخصوص گنرال پالکوونیک میلیتسیا، گنرال لیتنانت عدلیه، گنرال مایور عدلیه، گنرال لیتنانت گنرال مایور رتبه درجوی مشاور دولتی عدلیه درجه 3، گنرال مایور میلیتسیا، گنرال مایور خدمت‌های داخلی و گنرال مایور خدمات گمرک سپرده شد. دوام 30 سال صاحب استقلالی با تشبث و دستگیری بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت بلند برداشتن نقش زنان و بانوان در جامعه تدبیرهای مهم عملی شد. بار اول در تاریخ صاحب استقلالی کشور نخستین زن با رتبه بلند گنرال مایور میلیتسیا سزاوار دانسته شد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خدمت‌های ارزنده به سید ولیزاده برنو سید نبی سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رتبه مخصوص نوبتی گنرال مایور میلیتسیا داده شد.